انیس کنج تنهایی کتاب است. فروغ صبح دانایی کتاب است. درود بینندگان عزیز تلویزیون علم و طبیعت، نشر نوبتی برنامه مخزن خرد را تقدیم شما می‌داریم. این نوبت می‌خواهیم اطراف یک کتاب صحبت کنیم که واقعاً برای دایره وسیع خوانندگان، خصوصاً آنهایی که در رشته علمی شیمیا تحصیل می‌کنند، کارهای علمی تحقیقاتی انجام می‌دهند، خیلی مفید و ضروری میباشد. کتاب مذکور از سوی استاد دانشگاه ملی تاجیکستان، نامزد علم‌های شیمیا عبیدالله جورابیکوف در هم مؤلفی با چند نفر همکسبشان تهیه شده است. شما را خوش آمدید میگوییم. در مقدمه میخواهم بگویید که تألیف این کتاب چگونه صورت گرفت و هدف از چاپ این در چی است؟ کتابی کارهای لابراتوری از خیمیای غیر ارگانیکی قسم 1 و 2 را در بر میگیرد که این کتاب با زبان دولتی یعنی با زبان تاجیکی و با زبان روسی چاپ آمده است. این چنین باز با زبان انگلیسی آماده شده است. روزهای نزدیک به چاپ میرسد. این کتاب ها اصلا از جانب روزگار علمی هم دکتر علم‌های شیمیا پروفسور عزیزقلی نجم اسخان و خود من و نامزد علم‌های شیمیا معلم کلان ایگانبردیوف عزیز شریفویچ و نشر رسیده است. محتوای این کتاب ها این است که در فاکولته شیمیا و دیگر فاکولته های دانشگاه ملی تاجیکستان دانشجویان از کورس 1 و دانشگاه آمدن اول شیمیای غیر ارگانیکی رو می‌آموزند و شیمیا به آزمایشگاه یعنی به لابراتوریا هیچ است. درست است. بله. هر یک درسایی که نظریه‌ای گذرانده میشد حتما در برابر این کارهای آزمایشی و لابراتوری انجام داده میشد که بچه‌ها هر یک پیوست شیمیایی ماده‌های شیمیایی رو در نظریه میخوانند و میآموزند و در تجربه هر یک کدام اون رو حاصل میکنند، تطبیق میکنند و این برای مستحکم کردن دانشجویان ما خیلی مفید میباشد. و کتاب ها اصلا از 12 تایی کارهای لابراتوری عبارت است که یکیش در نیم ساله اول و دویمش در نیم ساله دوم یعنی که آموزانده میشود با دانشجویان. این کتاب ها نه تنها برای دانشجویان کورس یکم فاکولته شیمیا هستند، بلکه اینها رو دانشجویان فاکولته فیزیکا، فاکولته بیولوژیا، فاکولته گیولوژیا، فاکولته طبی و فاکولته داروسازی نیز استفاده میبرند، چون که همه اینها با شیمیا علاقه‌مندی دارند. یعنی فن‌هایی که ما نامبر کردیم به یکدیگر خیلی علاقه زیج دارند، یکی به دیگری وجود داشته نمیتواند. شیمیای غیر ارگانیکی میگویم، ارگانیکی میگن، غیر ارگانیکی میگن و به همین مانند اصطلاحات زیادی هست. تفاوت بین اینها در چی است؟ چگونه میتوانیم اینها را بین یکدیگر فرق گذاریم؟ شیمیای غیر ارگانیکی این شیمیایی که تمام المنت‌های سیستم دوری رو در بر میگیرد و شیمیای ارگانیکی باشد کربن و پیوست‌های اون رو میآموزد بیشتر در ارگانیسم. اکنون اگر ما از الفبا شروع کنیم، در الفبای ما الفبای دسته است. در شیمیا باشد الفبای ما همه سیستم دوری المنت‌های شیمیایی دیمیتری ارگانیسم باشند که شیمیای غیر ارگانیکی پورا همه اونها در بر میگیرد میآموزد. امروز ببینید که در جامعه ما با شرایط امکاناتی که دولت و حکومت تاجیکستان مهیا کردند، ادبیات موجوده خصوصا در رشته علم‌های طبیعت شناسی، ریاضی و طبیعی سال به سال دسترستر میشوند، کتاب‌های تازه و نو چاپ میشوند و مهمیت همین آموزش همین رشته علم را شما همچون یک آموزگار، همچون یک نفری که سالهای سال است به تعلیم و تدریس نسل جوان ما مشغول هستید، در چی میبینید؟ حیات به شیمیا وجود نداره. به شیمیا یعنی ما اگر نظر افکنیم به استحصالات، تمام کارخانه‌ها، زوادها و فابریکاهایی که امروز فعالیت میکنند البته در اونجا روندها و پروسس‌های شیمیایی هستند. این چنین اگر ما گیریم تمام حادثه‌هایی که در طبیعت رخ می‌دهد در اونجا هم حادثه‌های شیمیایی و فیزیکایی دیده میشوند. حتی امروز
خیمیا تو اون درجه ترقی کرده است که تمامی لوازمات‌های سر و لباس‌هایی که ما استفاده می‌بریم از خیمیا آماده میشن، یعنی سینتتیکی هستند، سینتز کرده شده هستند که ما امروز مورد استفاده این رو قرار میدیم. کتاب شما در دوره کدام ادبیات چاپ شد؟ ما در این کتاب زیاده از 12 تا ادبیات‌های داخلی و خارجی رو استفاده نموده. از داخل اونها ما یعنی که یک مواد آماده نمودیم که دسترسی یعنی تمام دانشجویان فاکولتی‌های منبر شده باشه. ما به مقدمه کتاب شما توجه کردیم. در اینجا وابسته به قاعده های عمومی کار در لابراتوری صحبت کردید. این کار در لابراتوری اصلا چگونه صورت میگیرد و چه قانون قاعده هایی دارد که دانشجو باید بداند؟ دانشجویان ما از مکتب میانه شروع کرده از صنف 8 9 10 11 خیمیا رو خوانند، در اونجا کارهای آزمایشی گذرانند و در اینجا آمده همون خیمیا رو به نهایت وسیع میخوانند و وقتی که به آزمایشگاه وارد میشوند البته در اونجا ماده‌هایی هستند که خاصیت ویران کنندگی دارند، خاصیت بخارشوی دارند، خاصیت زهرآلود کنندگی دارند، خاصیت خورندگی دارند به مانند کیسلوتاهای و اشقارها و دانشجویان ما باید که اول قاعده‌های کار رو در آزمایشگاه دانند که چگونه با اون ماده‌ها کار و فعالیت کرد و اون ماده‌ها رو در کدام نمود ظرف‌ها باید نگاه داشت. اینچنین اسباب‌هایی که اونها استفاده میبرند، طرز نگاهداری اسباب که چگونه باید نگاه داشته میشد و چگونه ماده در وی علاوه کرده میشد و ماده برای آماده کردن محلول‌های گوناگون در اینجا که هستند ماده‌هایی که هنگام علاوه نمودن از اونها گرمی زیاد خارج میشد، یعنی ریاکسیون اگزوترمی میگذرد و اینا باید که در این حالت اونها دونن که از نمودی ظرف‌های استفاده برند که به گرمی تاب‌آور باشند و آماده نمودن محلول‌ها اگر آماده کنند تیار کنند باید از ظرف‌های مخصوص استفاده برند که اونها چیننگ داشته باشند و معین کرده توانند که چگونه است و این چنین ماده‌هایی هستند که زهرآلود کننده هستند یا که ضررشان زیادتر است، باید با اونها احتیاطکارانه با لباس‌های مخصوص و حالت‌هایی میشد که با دست‌پوشک‌ها باید باشند و عینک‌ها داشته باشند در چشمشون که تاثیر همون ماده با اونها کمتر است. مشاهده کردید که وقتا خیلی توجه نسل جوان ما به این فن بیشتر می شود. روز از روز توجه بچه‌های ما و نسل جوان به علم‌های دقیق خیلی زیاد شده است، چون که امروز اگر ما جهان رو نگاه کنیم بسیار با یک سرعت کیهانی پیشرفته است از علم و البته اینجا سهم علم‌های دقیق خیلی زیاد می‌باشد. از متماتیکا شروع شده تا انفرماتیکا، فیزیکا، خیمیا، بیولوژیا، گیولوژیا، طب، حتی داروسازی، همه اینا البته در یک جایگی بنگوید با سرعت رشد کرده ایستادند و جوانان ما فهمیده ایستادند که امروز اگر همین علم‌ها روانه شوند در آینده اونها موفق شده میتوانند. غیر از این گفته نماند که از جانب اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشروی معظم ملت آزمون علم فروغ معرفت پیشنهاد گردیده است که با تشبث پیشوای ملت که امروز روحیه جوانان و هوسمندی جوانان خیلی زیاد نموده است که اونها مکافات میده میشوند و بر همین بچه‌ها بیشتر توجه میکنند با علم‌های دقیق و ریاضی. امروز روند تعلیم و آموزش فن خیمیا در فاکولته خیمیای دانشگاه ملی تاجیکستان چگونه است؟ آموزش فن خیمیا در فاکولته خیمیای دانشگاه ملی تاجیکستان بسیار خوب به راه مانده شده است. البته درس‌های لکسیونی می‌خوانند و درس‌های عملی دارند، حل مثال و مسئله می‌گیرند و اینچنین درس‌های لابراتوری دارند که هر یک گروه با درس وارد می‌شوند. هر یک گروه باز به زیر گروه جدا می‌شود، چون که در اونجا کارهای لابراتوری انجام می‌دهند، شماره زیاد باشد اون کار کردن نمی‌توانند. در آزمایشگاه شماره معین کتی یعنی تقسیم کرده میشن و اجرای کارهای لابراتوری مشغول میشن. بله، معین نمودن سرعت ریاکسیون های خیمیایی را در کتابتون درج کردید. این سرعت چگونه معین میشد؟ این چی روندی هست در علم خیمیا؟ ریاکسیون های خیمیایی
کردیم این صورتی است که در طبیعت هم عملی میگردد. هنگام سر زدن ولکان ها در اونجا صورت‌های گوناگونی ریاکسیون شیمیایی هستند، ماده‌های گوناگون حاصل میشوند. این چنین هنگام گذراندن ریاکسیون شیمیایی در اینجا صورت ریاکسیون شیمیایی معین کرده میشود و به صورت ریاکسیون شیمیایی عامل‌هایی هستند که تاثیر رسانده میتوانند با مانند حرارت، فشار، کاتالیزاتور، کنسانتراسیون ماده‌های با ریاکسیون داخل شونده و دیگر عامل‌ها میتوانند که با سرعت ریاکسیون شیمیایی و با گزارش ریاکسیون شیمیایی تاثیر خود را رسانند. بله. خب پیشتر یک مشکل در کتاب‌های درسی بود، هم در مکتب میانه و هم در دانشگاه، که مرکب بیانی در کتاب‌ها خیلی زیاد بود و نه تنها خود دانشجو یا خواننده بلکه بعضی از آموزگاران هم شکوه می‌کردند که در کتاب‌های درسی یا دستورهای تعلیمی که پیشنهاد می‌شوند بسیار مرکب بیانی است، مثال مسئله‌ها به طور لازمه شرح و توضیح نیافتند. خب کتاب شما به همین طلبات جوابگو هست یا نه؟ البته ما این کتاب را هنگام آمدن با شورای علمی متدی فاکولته و شورای علمی دانشگاه پیشنهاد کردیم که این از جانب استادان تجربه‌دار تحریر کرده شد و با ایرادهای عمومی همسوبه شدیم، ایرادهای عمومی اصلاح نمودیم و در یک چارچوبه معین کتاب را وارد نمودیم که امروز دسترس عمومی است. میتواند دانشجوی فاکولته شیمی و دیگر فاکولته نیز از این کتاب بهره‌مند شود، استفاده کنند. بله. همین زمینه ابتدایی آموزش فن شیمی در چی است؟ مثلا فرض کردیم که یک نفر از همین روز میخواهد که با آموزش فن شیمی شروع کند. ابتدا باید چی را بداند که در آینده مثلا با مشکلی ها روبرو نشود؟ اصلا گیریم برای آموختن علم برای یک شخص دیر نمیشود. کدام وقتی که باشد، وقتی که شروع کند این دیر نمیشود، میتواند از خود کند. البته برای آموختن فن شیمی بیشتر اولین درجه ما باید المنت های شیمیایی سیستم دوری را از خود کنیم، شناسیم، مسائل نسبی اتمیشون، مرخم ترتیبشون، خاصیت‌هاشون از خود کنیم. بعد این طرف پیوست‌هاشون، اکسیدهاشون بعد آموختن گرفتن رفتن می‌بینیم، یعنی مشکلی ایجاد نمیشه. تیار کردن محلول ها چگونه صورت میگیرد؟ چه خیلی محلول ها را آماده میکنند؟ اصلا گیریم در کتاب کارهای لابراتوری که پیشکش نمودیم در اینجا موضوعی برای محلول ها داده شده است. البته این محلول این میگیم سیستمی یک جنسه یا که گوناگونی است که از دو و یا زیاده کامپوننت های عبارت است و نسبتاشون تغییر دادن ممکن است و این محلول نه تنها برای فاکولته شیمی برای تمام فاکولته هایی که طبیعی هستند لازم است و مهم است. اگر ما در فاکولته شیمی تحصیل کنیم محلول رو ندونیم، پگاه همچون متخصص اگر ما با کار شروع کنیم، چی در کارخانه‌های خصوصی باشد، چی در کارخانه‌های دولتی باشد یا کارخانه‌های استحصالی باشد یا زواد باشد یا فابریکه باشد، در اونجا محلول‌ها مورد استفاده خیلی زیاد قرار میگیرند و برای آماده نمودن این محلول‌ها البته ما دشواری میکشیم. برای همین ما باید این موضوع رو پاره از خود کنیم. اگر برای فاکولته بیولوژی هم گیریم، اونها هم یعنی که خاصیت‌های بیولوژی ماده‌ها رو می‌آموزند، البته با آماده نمودن محلول‌ها می‌آموزند و در فیزیک هم همین خیلی استفاده برده میشود. برای طب باشد اینا هم در آزمایشگاه‌ها هنگام تحلیل‌های گوناگون گذراندن البته از تیار نمودن محلول و آماده نمودن و تیترانیدن همون معین نمودن استفاده می‌برند از محلول. این چنین در فاکولته فارماسیستی رویم، در اونجا تمام داروهایی که تیار میشه چی در شکل یعنی تبلت است، چی در شکل کپسول است، چی در شکل سوسپنزی است یا که در شکل محلول است، اینو البته کنسانتراسیون معین کردی از روی همین محلول و کنسانتراسیون محلول ها حساب کرده معین کرده و پیشکشی استفاده برنده میشه. شما در کتابی که عبارت از 2 جلد است مسئله های زیادی شیمیایی را بررسی کردید، فرموله های خیلی زیادی را اونجا آوردید، نقشه های زیاد را هم جای کردید. اصلا توجه اکثر خواننده ها را کتاب های جلب میکند که در آنها با طور تصویر همون مثال و مسئله ها یا فرموله ها آورده شدند. شما همین اصول را در کتابتون چگونه استفاده کردید؟
мо ҳар як кори лабораторие ки дар китоби корҳои лабораторӣ пешкаш намудем, аввал мавзӯи назариявӣ оҳиди ҳамон корҳои лабораторӣ додем, яъне ки маълумот дар бораи ҳамон аввал мекунад, донишҷӯ мавзӯъро аз худ мекунад. Баъд аз ин вобаста ба ҳамон масъалаҳо ҳал намудем, ки масъалаҳо роҳҳои чанд роҳҳои гуногун ҳал намудем, ки донишҷӯ аз он роҳҳои ҳал намудаи масъалаҳо истифода мебаранд. Баъдан боз масъалаҳо аз 10 то 15 то масъала дар ҳар як кор гузошта, ки донишҷӯҳо худсарона онҳоро ҳал менамоянд, ба таври мустақил. таври мустақил ҳал намуда пешкаш менамоянд ва агар хатогиҳо бошад боз дар якҷоягӣ кор мекунем. Баъдан корҳои лабораторӣ гузошта мешавад ва ҳар як кори лабораторие ки гузошта шудааст ва бо кадом намуди асбобҳо кор карда мешавад, иҷро карда мешавад, мо албатта расми он асбобро дар он ҷо тасвир намудаем, ки донишҷӯён бо расми вай шинос мешаванд ва асбобро худи донишҷӯён гирифта, яъне мушаххас мегардонанд, дуруст мекунанд, баъд кори озмоиширо шурӯъ мекунанд. Ин албатта барои малакаи донишҷӯ хеле ёрӣ мерасонад, ки худаш бо дасти худаш асбобро омода мекунад ва кори лабораториро иҷро мекунад. шумо барои омода шудани ин ду ҷилди китоб чӣ қадар вақт сарф кардед ва чӣ қадар сарчашмаҳоро истифода кардед то барои як мукаммал шудани як китоб? ин китобҳо муддати чандин солҳоро дар бар гирифт. Дар намуди аввал баровардем, китобҳо каме мукаммал буданд ва дар давоми солҳое ки мо тадрис кардем, албатта боз камбудиҳо зина ба зина ислоҳ шуданд ва имрӯз дар як шакли муайян ворид шуданд, ки мавриди истифода қарор гирифтанд. барои кадом доира асосан пешниҳод шудааст? фақат барои донишҷӯён ё ин ки тамоми аудитория метавонад истифода? Аслан барои донишҷӯёни факултети химия, физика, биология, геология, тиббӣ ва дорусозӣ пешниҳод шудааст. ва инчунин ин китобҳоро метавонанд на танҳо донишҷӯёни донишгоҳи миллии Тоҷикистон, балки донишҷӯёни донишгоҳи тиббии Тоҷикистон, донишҷӯёни донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садр Бинайнӣ, донишҷӯёни донишгоҳи техникии Тоҷикистон ва дигар донишгоҳу донишкадаҳое ки ҳастанд, ҳатто коллеҷҳо ҳам метавонанд аз ин китобҳо баҳраманд истифода баранд. боз чӣ таълифоти дигар доред ҷуз ин ду китобе ки ҳаст? зиёда аз 6 то китобҳои дарсӣ дорем, боз монографияҳои илмӣ дорем 3 то. ки шумораи китобҳоам хеле зиёд ҳастанд, боз омода намуда ҳисобем. ки акнун мо акнун касби интихобнамудаи мо омӯзгор аст. мо бояд ки ҳамавақт дар ҷустуҷӯ бошем, албатта маҳоратҳои нав дастрас кунем ва китобу дастурҳои навро омода намоем ва дастраси донишҷӯён гардонем, ки онҳо аз ин баҳра баранд. ки вазифаи ҷомеи мо ҳамин аст, ки мо бо маводҳои таълимӣ, тадрисӣ донишҷӯёнро таъмин намоем ва албатта бо сифати аъло ва онҳо ҳамчун мутахассис дар оянда дар самтҳои хеш фаъолияти устувор карда бошанд. моҳияти омӯзиш ҳамин фанни химия аз чӣ иборат аст ва бо кадом роҳвоситаҳо мо метавонем ки ҳамин фаннро ба таври мукаммал аз худ кунем? албатта барои донистани фанни химия ё ки аз худ кардани фанни химия мадди аввал мо бояд математикаро нағз донем, чунки тамоми ҳисобҳое ки дар ин ҷо мешавад тавассути албатта математика аст ва инчунин фанни физикаро донистан лозим, фанни биология, фанни геология ё ки география мегӯем ва фанҳое ки дар он ҷо ҳамон манбаъҳо ҳаст. яъне ки мо агар гӯем ки химияро аз худ кунем назариявӣ, мо химияро меомӯзем бо ёрии математика, албатта ҳисоб мекунем. агар мо хоҳем ки ҳамчун мутахассис дар самти технологияи коркарди маъданҳо, ки имрӯз 93% Тоҷикистони мо кӯҳсор аст, албатта ин кӯҳҳои мо пурра аз маъданҳои қиматбаҳо таркиб ёфтаанд, ки имрӯз метавонем мо онҳоро мавриди истифода қарор диҳем ва барои коркард кардани онҳо мо бояд ки дигар фанҳоям нағз донем, чунки мавқеи онҳоро муайян кардан албатта ин фанни геология аст, ки муайян мекунад ва мо онҳоро пурра таҳлилу коркард мекунем. саломат бошед. паёми шумо ба хонандаҳо, ба донишҷӯён, ба онҳое ки ба кори илмиву таҳқиқотӣ машғул ҳастанд чӣ аст?
با باوری گفتم میتوانیم که دانشجویان نسل استقلال خیلی دانشجویان زیرک هستند، فعال هستند، دانشجویان کنجکاو هستند و کوشش میکنند که البته یک چیزی نو رو با خود گیرند، یک نویگری کنند، یک نوآوری کنند. البته ما با آنها توصیه میکنیم که بیشتر مطالعه نمایند، از کتاب‌های چی با زبان‌های دولتی هستند چی با زبان‌های دیگر هستند مطالعه نمایند و بعضی خود رو یعنی تکمیل دیان بوی گردونند و در آینده میتوانند موفق شوند. سلامت باشید. بینندگان عزیز، طول چند لحظه که با هم صحبت کردیم اطراف کتاب کارهای لابراتوری از شیمیای غیر ارگانیکی که از دو قسم عبارت است و این کتاب ها نگفته نماند که هم با زبان تاجیکی هم زبان روسی و حالا با زبان انگلیسی هم در حال آماده شدن هست و دانشجویان همزمان آنهایی که با آموزش فن شیمیا میل و رغبت دارند به واسطه میتوانند از این ادبیات با طور فراوان استفاده برند. البته ما نمیتوانیم در یک صحبت مختصر پره این کتاب را شرح و توضیح دهیم، ولی چند جمله که اطرافش صحبت کردیم امیدوار هستم که شما را تکان میدهد تا جویا شوید همین ادبیات را و از این به طور مفصل و واضح برای خود دانش‌های ضروری را از بر نمایید. این بود برنامه مخزن خیرات. تا صحبت‌های دیگر شاد و سربلند باشید.